چی قدر دشوار است از این کوچه با این کوچه، از این محله با اون محله تا کجا یک کدبانو از کلین میکنیم. کدام مادر رو نپرسه میگوید که کدبانو. اکثری یک خطاگی، نه همه، اکثری مادران در چنین است که بیشتر به دختر خود پروا ندارن اما کدبانو جستجوی میکنن. یعنی که اگر هر مادر رو پرسان شوی چگونه کلین میخواهی، کدبانو باشد، با آداب باشد، این پس دخترت رو همین گونه تربیه کن. بین خود شما آسان میشود. هر آرزویی که دارید که چگونه کلین است، چنین کلین یک معمای بزرگ است در زندگی. وقتی که کلین خانه شما می آید، برای کلین کم وقت بده، چون این قانون آدمیزاد است. اگر که شما از این شهر به دیگر شهر روید، در یک لحظه محیطتان که دیگر شد بیمار می شوید. بعضا چیزها را نداند آموزیدش. یک روز پیش دخترها شنانید گوید دخترم تو به خانه بیگانه می روی، نمیدانیم چی تو را انتظار است، اما بچه جان در زندگی پرطاقت باش. بچم احترام شوهرت را به جا بیار، زیرا هر زنی که حرمت شوهر کند زندگیش را همین خوشتر کند. یک رفت و در خانه کاسه شکند، همه عیب بالای کلین می شود. کی کرد؟ کلین کرد. اگر به عیب باشی کوشش مکن که اثبات کنی تو به عیب هستی. خوب گوی، سرت را خم کن. هر عیب آشکاری دارد. وقتی که آشکار می شود چقدر در نزد خسرو خوشتامنت آبرویت بلند می شود. آن کاری را که تو نکردی اما خوب گفته سرخم کردی و بالاخره کلین ها رو می گفتین به خاطر شوهرت نکردی، به خاطر این نکردی، به خاطر وی، به خاطر خودت کن، زیرا پگاه تو هم خوشتامن می شوی. کلین و دوماد همینجا چند صد نفری که آمده، 100 نفر به خاطر شما آمده. توی که تمام شد همه زندگی خودش را دارد، همه خانه به خانه می روند، کسی پروای شما را ندارد. این را یقین دانید، کسی پروای، چون همه زندگی و معمای خودش را دارد. پس زندگی خودتان را خودتان سازید، پرطاقت باشید. وقتی که والدین ها می شود که بین کلین و داماد معما، کوشش نکنید که عیب جویید که عیب کلین است یا داماد. خب کن یک بار دو بار، دیگر در زندگی استوار می شود. خیلی گفتنی داشتم اما در آخر بابت احترام شوهر، یک زن وارد صنف می شود، استاد تمام شاگردان نشسته است، میگوید که کی نزد تخته صنف می براید؟ زن دست می بردارد. برو همه صنف نشسته است، نام 30 نفر را نویس. این زن می نویسد، دوگانه، همسایه، خویش، پدر، فرزند، هر کسی که برایش نزدیک بود. استاد میگوید که از آن 30 نفر 4 نفرش را خط زد. خط میزند، دوگانه، همسایه، خط زد، باز 4 نفرش را، باز همین طریق در تخته صنف نام 4 نفر میماند: پدرش، مادرش، فرزندش و شوهرش. برای زنها چقدر دشوار است بین شما انتخاب مانند، بیان یا پدر مادرت یا عائلت. زن دلش پر می شود، میگوید خط زن، پدر مادر را خط میزند، نام 2 نفر میماند: بچهش و شوهرش. استاد میگوید که از این 2 نفر 1 نفرش را خط زد. زن گریان می شود، چون دیگر طاقت نمی کند. اینجا فرزندش، اینجا شوهر. برآمدی خط زن، نام فرزندش را خط می زند. استاد میگوید گذر نشین، پدر و مادر با چه زحمت تو را بزرگ کرد، تو خط زدی؟ فرزند جگربند است، تو خط زدی؟ چرا؟ زن آب دیدهش را پاک میکرد، گفت پدر و مادر با امر تقدیر روز می روند، چون 3 سالشان
бачаам ҳам калон мешавад, бисёр аст ки хонаи дигар мегиранд, оилаи дигар, ину он, аммо ягона нафаре ки паҳлӯи ман аст ва такягоҳи ман аст, ин шавҳари ман аст. ҳамин ҷо занҳо ҳаматон бидонед, касе нози шуморо ба ҷуз шавҳар намепардорад. ҳамин азизтарини шумо бародари шумо аст, падар модари шумо аст. аз 4 рӯз зиёд дигар дар хонашон меҳмон нестед. агар бовар накунед, аз ҳамсояҳо бубинед. ба ин хотир парвардигор эҳтироми шавҳарро аз падару модар дида боло кард. ҳаққи шавҳар бартар аз амри падар, дон ки ҳатто беҳзи ҳаққи модар аст. ҳар зане ки ҳурмати шавҳар кунад, зиндагиашро ҳаме хуштар кунад. аз худо пурсам, малоик кафиҳо, моҳию паррандагонам баҳриҳо,